که اگر دختر گرونی باشید، مهمونی نرید، دم دستی نشید. مهمونی رفتن دخترها رو از اون عیار و سکه‌شون میندازه. دخترایی که خیلی مهمونی میرن اسمشون خیلی زود پیچیده میشه. مهمونی چی کار دارید برید بکنید؟ یه سری پسر بیکار و بیار نشستن تو مهمونی‌ها، وگرنه اونی که خفنه و درسته و آدم حسابیه اصلا خودش تو هر جمعی حضور پیدا نمیکنه. به میزانی که شما دختر گرونی باشی دسترسی بهت سخت‌تره، تو هر جمعی دیده نمیشی، هر جایی نمیشه پیدات کرد. حکایت اینه که تو میری توی گالری جواهرات و اون جواهر خفنه رو اصلا طرف باید ببینه که میتونی از پسش برمیای بخواد از تو گاف صندوق دراره جلوت بذاره بهت فقط نشون بده. چون هر چقدر یه چیزی گرونتر باشه، عیارش بیشتر باشه، دسترسی بهش سخت‌تره. خواهشی که دارم اینه که ورزش کنید، مشروب نخورید. دختر اصلا چرا باید مشروب بخوره؟ وقتی مشروب